دوستان عزیزم سلام و شب زیباتون بخیر. امشب دوشنبه هست و 18 تیر ماه 1403. دوستان به درخواست چند تا از شما درخواست کرده بودن که جاده فشم رو تو شب هم بگیرم. بنده هم اطاعت امر کردم و انجام وظیفه. عرضم به حضورتون در غرب منطقه لواسانات هستیم و جاده زیبای فشم در تاریکی شب. الان هم ساعت 22:10. دوستان همونجوری که تو ویدیوهای قبلی خدمتتون عرض کرده بودم، جاده فشم هر دو سمت دوربین همونجوری که مشاهده میکنید رستوران های بسیار شیک و جذابی هست و جای بسیار خوبی هم هستن این رستوران ها. دقت کنید دوستان، منطقه بسیار بسیار منطقه خنکی هست و به خصوص در تاریکی شب دمای گرما پایین میاد و مردم برای تفریح و تفرج به سمت این منطقه میان. دوستان شب و روز نداره، این جاده فوق‌العاده زیباست، فوق‌العاده. میتونم بگم حتی آخر شبها که چراغ‌های تیرهای برق وسط بلوار رو خاموش میکنن یه آرامش بسیار خاصی داره. خیلی قشنگ، خیلی ناگفته نمونه رستوران‌های گران قیمتی هم داره اینجا، ولی به هر حال همیشگی که نیست. هفته یک بار، ماهی یک بار دوستان میان میرن. امیدوارم بهشون خوش بگذره. اینجا همینجوری که مشاهده میکنید در منطقه امین آباد هستیم، قبل از ده رودک. دوستان امین آباد یه رستورانی داشت به نام دهکده که رستوران چند ستاره‌ای بود که این روبروی دوربین الان مشاهده میکنید که اون ستاره هاشو برداشتن به دلایل دارایی و مالیاتش. کاری نداریم. منطقه فشم و جاده زیبای رودک همون جوری که مشاهده میکنید دوستان وسط هفته است، ولی به اندازه خودش شلوغ. به هر حال تفرجگاهی هست در شمال غرب تهران بزرگ و نزدیکترین تفریحگاه به تهران با تقریبا مسافت تا اینجایی که من هستم 16 کیلومتر از تهران پارس. دوستان فیلم روز اینجا رو من در کانال دارم، همونجوری که مشاهده میکنید. مقابل دوربین اون بالا هتل زیبای آرینا رو داریم که تو روز چند تا فیلم ازش دارم و یه توضیحاتی هم راجبش دادم. این فیلم رو هم تقدیم میکنم به دوستان عزیزی که تقاضا کرده بودن برای شب جاده فشم و مرسی از همراهی همه شما عزیزان.